Sheffield is گلدوزی پسند شیافیروس دایناسوری که با سامان زیادی را گلدوزی کرده است. پسند از دکوزی او گوزهای 1 ماهش را پسنداز کرده و از طریق آن شنا می‌کند و به سمت دوغوزآباد در حال پیشروی است. تورت میگم این چیه؟ این تلویزیون قبی جون، اینم ریموتشه، باهاش میزنی شبکه‌های مختلف. تو خونه اگه این دستت باشه یعنی سلطون خونه ای. سلطان شبکه 4 آشغالا یادت نره بذاری جلو در. تو هم هی ما رو ضایع کن خانوم. گل من نفرمان تو رو خدا، این چه حرفیه میزنی؟ شما خودتون ضایعین. یعنی با این کنترل میتونم سلطان اینجا هم باشم؟ جون رد کن بیاد اون ماسماسکو ببینم این چجوری کار میکنه، کدومو باید بزنم؟ اینا با این دکمه قرمز روشن میشه، با اینم بزنی میره کانال بعدی. بیا اینم کانال بعدی. بواسیر خود را به ما بسپارید. اگر از بواسیر رنج میبرید میتوانید با خرید این محصول بواسیر خود را درمان کنید. اگر نمیدانید این محصول چیست، ما هم دقیقا نمیدانیم این دارو چطور کار میکند، ولی همه میگن خیلی خوبه. از همسایه طبقه بالا گرفته تا عمو غضنفر که اصلا نمیدونست بواسیر چیه و حالا فقط با 1 بار مصرف قول نمیدیم خوب شید، ولی حداقل حس میکنید یک کاری کردید. پس همین حالا تماس بگیرید. اگر کسی جواب نداد دوباره زنگ بزنید، ما معمولا خوابیم. بزن یه کانال دیگه بابا جان، حالمون به هم خورد. کرم سیخ کننده، حالت دهنده و راست کننده. ببین این چیه داره تبلیغ میکنه، اینا حتما بگیری که انقدر دیگه خار و ذلیل نباشی مرد. برای موهای شما، موهای خوشحالت با کرم سیخ کنتور کن. از وقتی از کرم سیخ کنتور کن استفاده میکنم تمام دخترای محل رو تور کردم. خاک به سر کتلیت کنن، فکر کردم کرمی چیزی دیگه است، این که مال مو است. ای بابا اینا چیه نشون میده، بزنم یه جای دیگه. این شریفی داماد شماست؟ بله استاد. این هر چی بگه دیگه درسته که چون داماد شماست. هر چی هست من میگم. خیلی خوب، این داماد شما بوده، یعنی دختر شما رو؟ بله. ای بابا تا تلویزیون رو روشن کردیم همه رفتن رو هم دیگه. خانه تزیینش کنیم، اگه دوست داشته باشن میتونن از وسط ببرن اینو، یک لایه خارمدرش بذارن. این تلویزیون شما هم همش فسق و فجور نشون میده که اینا به درد نمیخوره، حوصله‌مون سر رفت. میگم تورس تو هم الافیا، چرا نمیری سر کار؟ کدوم کار قربون شکله؟ دست به ماشین بزنم یا باید پول بنزین بدم یا کلی خرج میذاره رو دستم؟ باسه تو روح همتون میرم یه دوری بزنم یکم حال و هوام عوض شه. اینجا دیگه کجاست؟ چه چیزای عجیب غریبی میبینم. سیروس پدستک، سیروس کجایی؟ افت کلام داشته باش گنده بک، بیا تو. اینجا معلوم نیست چه غلطی میکنی. ما بچه بودیم در اتاقمون رو نمیتونستیم ببندیم، بعد این سیرابی واسه خودش میاد اینجا تنهایی هی میگه من اختراع میکنم. والا چی اختراع میکنی تو؟ خب خیلی چیزا، از مشقا پرنده بگیر تا دستگاه ذهنخوان که البته احتیاج داره حتما مغزتو در بیارم، مجون قدرت، رادار کوانتومی ضد حریق، اسپری ضد جوک شوهرعمه، قرص جلوگیری از دید و بازدید عید، جوراب نامرئی کننده 1 پا، تلویزیون کنترل کننده کنترل، موکت ضد جاذبه برای آدمای چاق، عینک تشخیص دروغ، دمپایی پرنده خود هدایت شونده، لیوان تشخیص حسادت، صابون نابود کننده خاطرات بد، دکمه خاموش کردن آدمای پرحرف مثل من، رگولاتور تنظیم کننده پشم و سیبیل، دکمه ریست روابط خانوادگی، اسپری ضد دخالت مادر شوهر مخصوص مامان شهره، کفگیر هشدار دهنده غذای سوخته، به علاوه هزاران اختراع نیمه کاره دیگه که دارم روشون کار میکنم. چه آقا رو باز این همه اختراع کردی یه دونست به درد ما نمیخوره. امننه همینی که هست، دلت هم بخواد من میرم دستشویی، دست به چیزی هم نزن تا برگردم، زود میام. خوشگلی بابا خوشگلی. فکر کنم کله پوته‌ای اینجا.
نکنه اصلا اشتباه اومدم. چقدر حوث یه پاچه و چشم و بناگوش کردم. این چیه؟ چقدر شبیه کنترلر تلویزیوزه. بذار روشنش کنم. آی دادم اینجا سیروس مادر تو. سیروس امیدوارم بسی 20 روز با اون تسای ورقلم بیدت. از وقتی اومدم اینجا یه روز خوست نداشتم از دست تو. اینجا چه کسافتیه. یه دارو میزدی اتاقتو بدتزان. نگاه کن این چیز سبزاتیه اینجا. اندماغه توف تو صرفتون. معلوم نیست چی کار میکنین. منو کوچیک کردین. اتاقتونم که بوی پای سطور میده. گندم که همه جا رو گرفته. پیف 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 پیف. چقدر ترکین شماها. عجب دنیای عجیب و غریبیه. یه روزی واسه خودمون ساه بودیم مثلا. نگاه کن به چه پیسی و خاریا خفتی افتادیم. دلم برای تورتم تنگ شده. تورت یه کس اینجا بودی. یکم مسخرت میکردیم میخندیدیم با بچه ها. این ریزقله ها رو نگاه کن. اینا چیانه؟ اینو که بچه های سیروسن. همشون سبیه سیروسن. چرا تو دستمالن اینا؟ چقدر زیادن انترا. نگاه کن قیافه هاشون رو ببین. میگم چرا این بچه عینکیه ها. نگو خلافش سنگینه. صبح تا شب داره با خودش ور میره اینگاری. بوی وایتکس هم میاد همه جا. به خودت رحم نمی کنی به این بنده های خدا رحم کن. همینجوری یتیم قوری اینا رو ول کردی رفتی. ای بابا حالا از کدوم طرف باید برم؟ چی نوشته؟ زیر پل کریم خان. این که نه پامنار. اینم نه دروازه دولاب. این اسمش برام آشناتر انگاری. بیشتر باش حال میکنم. شاید یه چیزی پیدا کردم دوباره بزرگ شدم. همین دروازه دولابو میرم. اسمش بهتره. این متنا رو کی می نویسه؟ چرا هرچی بلاس باید سر من بیاد آخه نامردا؟ چرا سر بقیه نمیاد؟ ای بابا. اوه اینجا رو ببین ترکیده همه جا. سحر ارواحه. ارواح امتون. وای کوکا اینجا سیکن. این یارو سفیده رو نگاه. انگاه ما نیست باید دستگیرش کنیم. بزن بقر. ای غریبه اینجا چی کنی؟ وسط این شرجه وسط این گرماست. کجا اومدی؟ برای چی اومدی؟ سوکس حرف بزن. فکر کنم وارد باقی بحث حیوانات دستاموز شدم. والا من کوچیک شدم افتادم اینجا. گم شدم. اینجا کجاست داداست؟ اینجا قلمرو خطرناکیه. قلمرو اخبارهامه. هر غریبه که میاد باید با اخبارها مبارزه کنه. فقط در صورتی بتونه از اینجا بره که مسابقه زنده بیرون بیاد. حتما میپرسی مسابقه چیه؟ سوال به جا و خیلی خوبیه. مسابقه بزن بوکس داداش. احتیاج به دستکشم نداره. اینجا خودمون بهتون میدیم. به گل بود به سبزه نیز آراسته شد. داداش مبارزه چی؟ فیلم زیاد میبینی ها. ما همینجوری اتفاقی افتادیم اینجا. تقصیر سیروس پدرسلواتیه. کوکا زرزر نکن. انرژی تحلیل میره. نگهدار تو مبارزه ازش استفاده کن. سیروس مادر تو. آقا یه دقیقه نگهدار پیاده سن. آقا خدا وکیلی این دکمه سابسکرایب و اون زنگوله کوفتی بغلش هم بزنید. دهن من اینجا سرویس شده. میبینی که وضعیت منو. بزن دیگه اون لامسته و بابا منتظری چی؟ آفرین. ما رفتیم. خدافظ تا قسمت بعدی میبینمتون. داشتم میگفتم سیروس مادر تو.